امروز در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کردیم. یکی از موضوعات خیلی مهم که فصل تغییر میکنه موضوع دندان است که موضوع طبی است. امروز انتخاب کردیم. عزیزان ما زیادتر پیشنهاد ای را داشتن که سوالایی را مطرح کرده بودن که یکی از دکتر صاحبا را دعوت داشته باشیم تا به سوالای اونا پاسخ ارائه بکنن. این موضوعات دندان که کدام زمان میتونه زمان درست تداوی دندان باشه که به دکتر صاحب مراجعه بکنن، همچنان راهکارهای وقایوی، راهکارهای تداوی و در این فصل موارد کلینیکی که باید در نظر بگیرن اونا کدام ها است. ان شاء الله که با دکتر صاحب صحبت خواهد داشت. مهمان ما پهنیار دکتر احمد میلاد سانگزی استاد پانتون طبی کابل هست که با اونا هم کلام میشیم. استاد سلام، خسته نباشین، صبحتان بخیر. امیدوارم یک صبح قشنگ را آغاز کرده باشی. خودتون سلام، صبح شما بینندگانتان بخیر باشه. بسیار تشکر از که مرا دعوت کردید. بخیر و عزت باشین. خوشحال هستیم. استاد فصل چطور میگذره؟ بابا هم کم کم سرتر میشه، بیماریای شما اما کسایی که مریض می باشن یا بیمار می باشن مراجعین شما هم زیادتر می باشن. فصل خودتان از دیگه فصل دکترای دندان است، جیبکایشان پر میشه، پیسه‌کایشان زیاد میشه. چطور؟ والا چون من در شفاخانه هم کار میکنم، اونجا باز به ضررم از برعکس تعداد مریض زیاد کار زیاد میشه. اما برعکس ما باید بگیم معمولا وقت فصل سردی میآید در معاینه خانه تعداد مریض ها کاهش پیدا میکنه. این برعکس است، یعنی فصل زمستان مریض ها کم میشه. در کل مشکلات دندان رقمی است که وقت پیشرفته شود مریض درد پیدا بکنه او هر وقت میای مراجعه میکنه، چون ما زیاد مریضای موسمی نداریم، بیشتر که مریضا به اون لحاظ بیان مراجعه بکنن. خیلی خوب. افغانا بیشترشان متاسفانه هم رقم هستیم، یک عادت داریم که بیماری ما یا مرض ما که هست به یک جای برسه که مرحله 99% باشه، استپ سوم باشه که استپ آخر باشه که دکتر صاحب بس وقت عاجز بمونه از تداوی، بخاطر مرض پیشرفته میشه دیگه، امراض دیگه رو به بار آورده باشه، باز میریم نزد دکتر مراجعه میکنیم. دندانمو که از بین رفت، کاملا تخریب شد. اما سه حصه دندان که هست که از شما خواهد شنیدیم که کدام مواردش است، اونا که تخریب شد کلا بهش دکتر مراجعه میکنیم. ببین بیشتر در رابطه با ارزش دندان بدانیم از شما دکتر صاحب. دندان یک عضو بسیار با ارزش است، به خاطر که اولین و مهمترین وظیفهش جویدن است. ما معمولا 3 وقت نان میخوریم و میان وعده هم داریم، پس برای که ما غذا بتانیم درست بخوریم به دندان ضرورت است. مسئله دوم زیبایی است. اگر یک شخص دندان نداشته باشه، معلوم دارد خصوصا دندان پیشروی زیاد مقبول معلوم نمیشه و از نظر اجتماعی زیر فشار میباشه، حتی شاید نتونه گپ بزنه در یک اجتماع، نتونه خنده بکنه. و مسئله سوم صحبت کردن است که در تون صدا دندان بسیار زیاد نقش داره. و مسئله دیگری که شما یادآوری کردین، ما در اخیر میریم. بله متاسفانه شفاخانه مریضای مراجعه میکنن که مشکلاتشون خیلی پیشرفته شده. ما میخوایم یک چیزی را از طریق صفحه تلویزیون شما به مردم خود بگویم و اگه اصطلاح اشتباه است، مثلا میگن دکتر دندان یا دندان، نه. ما ساحه کاری دنتیستری یا بخش استوماتولوژی خیلی وسیع است. بسیار خوب. وجه، فک، جوف دهن یک جزء خیلی خرد از دندان است. پس ما وقت در روی مشکلات صحبت میکنیم، خوب است که عمومی صحبت بکنیم. اگر یک دندان ما تداوی نکنیم چی میشه؟ خود دندان ما بیشتر شما یادآوری کردین که 3 طبقه داره. یک طبقه بیرون سفیدش که مینا میگوین، این طبقه مرده تقریبا گفته میتونیم. طبقه دومش که دنتین یا زرد رقم است، او طبقه زنده است، به خاطر که اگه او برهنه شوه، یعنی مینا از سرش دور شوه، او اساس است به گرمی، به سردی، به ترشی، به شیرینی. و طبقه داخلی که مغز دندان میگن یا پلپ کنج عصب است و رگا است. اینا در مرحله اول صرف در مینا یک تغییرات میاد. مثلا ما در برنامه قبلی هم در مورد پوسیدگی یا خراب شدن دندان گفتیم. باید در این مرحله اگه مریض هر 6 ماه پیش یک دکتر میره چکاپ میکنه، تشخیص شود بسیار ساده میشه تداوی کنه. اگه این مرحله چون دردم نداره، این صرف دیگه اگه هر 6 ماه چکاپ پیش دکتر میره یا خودش متوجه شود میفهمه. مرحله دوم امی پوسیدگی از مینا میره به طبقه دوم دنتین. امی افره که جور شده این کمک کلان میشه و این وقت است که غذای شیرین میخوره، چاکلیت، سردی و اینا، وقت در این افره جابجا شه مریض درد داره. بعد مریضای ما به قصه از این هم نمیشن. از این پیشرفته تر بالاخره مرحله بسیار عمیق میشه که حتی ممکن است که عصب دندان التهابی شود
که اصطلاح را برگشت پذیر میگه. یعنی وقتی یک نان میخوره درد میکنه چند سکند یا ثانیه، یا یک چیز یخ میخوره درد میکنه، پس زود خوب میشه. اینی مراحل است که ما میتونیم خیلی ساده این را تداوی بکنیم و از نظر اقتصادی با ما کمه. مثال میگم شاید 1000 افغانی به ما تمام شه، چون یک پرکاری ساده است. اگر این مرحله هم اینا تداوی نکنه، ایمی التهاب عصب یا پلپ که ما میگیم مغز دندان، این برگشت ناپذیر میشه، یعنی دیگه او جور نمیشه، چون تغییرات در اونجا واقع میشه که قابل برگشت نیست. وقتی این تغییرات بیه، مریض دیگه دردش دوامدار است، شام خواب میکنه درد میکنه، روزم درد میکنه، دردش بسیار شدید است و مجبور میشه بیای پیش دکتر. و این دندان از که ما RCT میگیم یا تداوی کانال ریشه، اینی از نظر اقتصادی به 1500 تا 2000 افغانی میره. اگه خرابی زیاد باشه پوشم شاید 3000 4000. یک تداوی که قبلا ده 1000 میشد حالا 4000 رسید. باید عصب کشی شود، اما چون بازم در کشور ما زیاد مراجعه نمیکنن، شاید میخک بانن یا برن از دواخانه دوا بگیرن، این درد یک چند مدت دوام میکنه، بالاخره دیر یا زود عصب دندان میموره، نکروز میکنه. مریض بسیار خوش است که نه درد دندانم از بین رفت، اگه من میخک استفاده کردم، گولی استفاده کردم. اما ما باید برشان بگویم که اشتباه را نکنید، درد دندان با دوا خوب نمیشه، باید در این یک پروسیجر انجام شود. با دوا ممکن است که موقتا درد شما آرام شود یا میکروب کمک حالت مزمن بره، اما دوباره درد پیدا میشه. این حال عصب که مرد، این خو منبع میکروباست، چند مدت بعد از طریق ریشه بیرون میره در استخوان چهار طرف، باعث چرک میشه و باعث میشه که روی شخص بپنده. خیلی خوب دکتر صاحب، کدام دندانای ما بیشتر تحت خطر جدی قرار داره که باید متوجهش باشیم زودتر تخریب میشه؟ مثلا دندانای آسیاب ما یا دندانای دیگه که زیادتر ازش استفاده بکنیم. 3 دندان آخری که آسیاب یا مولر برشان میگه، چون در جویدن زیاد رول دارن، او دندانا بیشتر از دیگه دندانا تخریب میشه. چون وقتی ما نان میخوریم معلومدار است که او میجه و معده میکنه و خوردهایش اونجا جمع میشه. وقتی خورده جمع شد پاکم نکردیم اونجا زیاد پیدا میشه. دندانای پیش روی مگری که ما نخ دندان استعمال نکنیم، اگه بین دندان خراب نشه از بیرون خراب نمیشه. خیلی خوب، یعنی شستن دندان هم خیلی مهم است. باید در طول 24 ساعت 12 ساعت زیادتر وقت 12 ساعت یا 13 ساعت بیدار می باشیم. چند بار باید دندانای خود شستشو بکنیم؟ به خاطری که ما بتونیم دندانای ما را از خرابی و نجات بدیم، ما باید حداقل 2 بار در روز دندانای خود بشوییم. یکی شب پیش از خواب، دفعه دوم اختیاری است میشه صبح بعد از چای، چون ما اکثرا شیرینی باب صبح استفاده بکنیم. دوم نخ دندان است که در 24 ساعت باید یک بار استعمال شود. و درباره اگه ما میخوایم واقعا دندانای خود حفظ کنیم، از مصرف زیاد و مشکلات آیندهش خلاص شویم، ما باید رژیم غذایی خود کنترل کنیم. غذایی که شیرینی زیاد داره، کربوهیدرات استعمال نکنیم و هر 6 ماه ما باید پیش دکتر دندان خود مراجعه بکنیم تا دندانای ما رو ببینن اگه کدام مشکل در مرحله ابتدایی است تداوی کنیم. ما میخوایم یک چیز دیگه هم یادآوری بکنم، چون این خیلی جالب است. من بیشتر خرابی دندان گفتم، اگه بیره ها التهابی شود که وقاعتش خیلی زیاد است، التهاب بیره، میکروبای بیره میتونه باعث سکته های قلبی شود، سکته دماغی شود، باعث میشه چندین برابر خطر تولد یک طفل پیش از وقت. مثلا در 9 ماهگی باید پیدا شه، 7 ماهگی پیدا میشه، با وزن کمتر. یعنی خطرات خیلی زیاده میتونه عظیمی دندان پیدا شه، این مشکل معده و دیگه قسمت. و یک چیز جالب دیگه ای است که بعضی مریضا پیش ما مراجعه میکنه که در دهنشون یک زخم خیلی کلان است و از اگه مقطع گرفته شه، معاینه شه، معلوم میشه که سرطان است. یعنی زخمای خیلی خورده است، مراجعه نمیکنن، یک مرهم چیز استفاده میکنن، او یک سرطان بوده میتونه. یا یک کسی مریض شکر داره، او در جوفدانی زخم داده. اینا اگه اینا پیش دکتر مراجعه کنه، معاینه شه، معلوم میشه که شکر یا دیابت داره یا سرطان خون داره. یعنی اینقدر ارزشناک است که ما در وقتش بریم پشت تداوی جوف دهن و دندان. دقیقاً تداوی جوف دهن خیلی مهم است. من گفته های تازه از خودت شنیدم دکتر صاحب که به سرطان مبتلا میشه و یکی دیگه که میتونه سبب تولد قبل از وقت اطفال شود یا نوزادان شود. ببین بیشتر در رابطه با علل و عوامل ای که دندان ما زود تخریب شود از نگاه طبی بدانیم. علتهای زیاد داره. من قبلا هم گفتم به خاطر که رژیم غذایی تغییر کرده. ما همیشه حال از غذای تصفیه شده استفاده میکنیم. دنیای بگویم
مصنوی پلاستیکی شده، به خاطر که هر مراسم میشه ما کیک استعمال میکنیم، کلچه و هر گپ از شیرینی گپا در رژیم غذایی ما خیلی زیاد است. نوشابه باب استفاده میکنیم که شوگر زیاد داره، ساجقا حتی در ساجق ما شوگر است. به خاطر چون رژیم غذایی تغییر کرده، ای در ایجاد پوسیدگی و خرابی دندان خیلی رول داره. دندان اگه تنها خود دندان ما خرابی شه بگویم، یک علتش پوسیدگی است که می باکتریا هست. ما رژیم غذایی مثلا شیرینی باب استفاده میکنیم، تیزاب میسازه، باعث میشه دندان خراب شه. و دوم سایدگی های دندان است. ما میفهمیم که کشور ما فشارها این چیزا خیلی زیاده، بعضی کسا دندانای خود میجوند، این میتونه باعث خرابی شود. مردم ما چوبک استفاده میکنن به خاطر پاک کردن دندان به جای نخ، این باعث میشه که دندانا خراب شود، ساییده شود و همین شکل انرژی هایی که اینا میخورن باعث خرابی دندانا میشه، فشار زیاد روی دندان خرابی میشه. ما چهارمغز، بادام، پستر، هر چیز به دندان مشکنانیم، این میتونه باعث خرابی دندان شه. برای از که متاسفانه در حادثات جنگی و ایگپا معلوم دار است که مریضا پیش ما مراجعه میکنه چی کار کردی؟ والا جنگ کرد. میبینیم دندان شکسته، لب پاره، روی دند خون و خون پره. تو حادثات هم است که دندان ها زیادتر خراب. نمیگی که حقت است؟ والا با وضعیتی که پیش ما میاد ما کوشش میکنیم اونا رو آرام بسازیم، به خاطر که ما اکثرا مریضای داشتیم گفته یک شخص مرا با ضربه مثلا مشت زد، علاشه شکسته، دندان شکسته، ما پس برم والا گبانمش. اینا رو منعکس یک شهروند ما میخوایم او رو آرام بسازیم که مشکلات حل میشه، ان شاء الله تداوی میشه، تو آرام باش. خیلی خوب. تا حداقل در این مدت کمروی ما از نظر ذهنی آرام باشه، چون که یک جرمی که قبلا صورت گرفته ما منعکس یک شهروندی کشور باید از جرم دیگه جلوگیری کنیم. اگرچه ما حق نداریم که بگیم تو شکایت کن، نکن، این کارو بکن، کارو، اما ما میخوایم آرام شه تا حداقل از یک مشکل یک مریض دیگه بالاش شکسته پیش ما نبه کارمون چند. بسیار خوب، بسیار خوب، گپ خوب است، ولی که جنگ نامش بد است، ذاتش بد است. ببین در مورد دندانای شیری بیشتر بدانیم، چقدر مهم است این دندانا برای ما. قبلا در برنامه با سورجان یادآوری کردیم که روی دندانای شیری باید هم تمرکز صورت بگیره. چقدر ارزش داره؟ تا کدام سنین باید متوجهش باشیم؟ از کدام موضوعات باید طفل خود نگهداری بکنیم که اونا دور باشن از اون موضوعات تا دندانای سالم داشته باشن، دندانای شیریش تا میاد یا وقتی که برش تعیین شده تا دندانای اصلی خود به دست بیاره. در کشور ما به اطفال ابتدا ارزش نمیدن. وقتی خدای نکرده یک مریضی قوی پیدا بکنه، بعد از کل زندگی و پیسه و چیزای خود تیر میشن، میگه اینجور شده، این مشکلات. ما قبلا هم گفتم باید وقتی یک طفل پیدا میشه دندان میکشه، تا وقتی که یه شیرچوشک استفاده میکنه میتونه خود استفاده کنه، بعد از او باید از گیلاس استفاده کنه به خاطر دندانش خراب نشه. اما مادر وقتی که دندان طفل برآمد ابتدا میشه با یک پخته نمناک پاک بکنه. هر وقتی که این ضرور نیست مثلا شب یک بجه شب برای شیر داده خب خوش نه، پخته باید باشه، باید پاک بکنه. وقت طفل تانست که برس بکنه، چی برس برقی چی برس عادی، باید عادت بتیمش که دندانای خود برس بکنه، نخ بکنه، به خاطر که دندانای طفل بر یک وقت ساخته شده. مثلا یک دندان شیری پیشروی طفل میبره 6 ماهگی، این باید تا 6 سال باشه، یعنی 5.5 سال وقتش است. هر دندان وقت داره تا وقتی که این دندان وقتش پوره میشه، ریشایش آیسته آیسته او میشه، ذوب میشه، این میفته به جایش دندان دائمی میبره. اینا لگی دندان مثلا باید 11 سالگی بفته و این ما در 6 سالگی کشیدیم. 6 سال دیگه یا 5 سال دیگه اینجا دندان نیست، این باعث میشه جای خالی است. وقتی جای خالی باشه دندانای دو طرف می جای پت میکنه، چون دندانا دیگه در جای خود نمیمونه، بین خالی است و حرکت داره می جای پت میکنه. اینا دندان دائمی که باید در این جای میبرامد دیگه برای جای نیست. پس دندان شیری یک وظیفهش نگاه کردن جای است. برای از او از نظر اجتماعی طفل مکتب میره، اگه دندانای پیشرویش خراب باشه، خصوصا گفتیم یک علت شیرچوشکی مسائل است، اذیت میشه. و دیگه در افغانستان خصوصا مریضایی که پیش ما چی کلینیکای شخصی مراجعه میکنن چی دولتی، میبینیم رویش پوندیده یا یک حتی وجهش سوراخ شده چرک میاد. ما برایشان میگیم چرا وقتر ندید، والا نشد. در که دندان طفل باید در مرحله ابتداییش تداوی شود تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. حتی چرک دندان شیری باعث شده میتونه دندان دائمی که در پایین است و ناقص به بار بیاد. یعنی یک دندان ناقص که بیرون شه معلوم داره سو خود خراب میشه. پس بسیار بارزش است که ما مراعات بکنیم. با معذرت دکتر صاحب، در رابطه با عقل دندان هم شنیدیم مرحله‌ای که طفل میباشه یا نوزاد میباشه اما با دندانای شیری مواجه میشن، بیشتر همین بحث میباشن، ولی وقتی بزرگتر میشه عقل دندان است.
یکی وظیفهش چی است از عقل دندان؟ تا فعلا دانشمندان سر از این فوکس کردند به این بیشتر بدانیم که عقل دندان در کدام موارد، به خاطر که عقل دندان هم به حالت میرسه که او پوسیده میشه و از بین میره، تنها ریشش باقی میمانه که باز منجر به این میشه که سبب مشکلات دیگه میشه که جراحی باید شود. باید در کدام وقت معین اونا مراجعه بکنن به دکتر؟ باید در مورد دندان عقل دندان بگویم. ما معمولا سه دندان مولر یا آسیاب داریم، چون اولش در 6 ماهگی میبره، دومش هم یک 6 سال 5 سال یا 7 سال بعد میبره، سیومیش وقتش معلوم نیست. میگن 17 18 28 29، چون 17 و 18 میبره میگن دندان عقل، چون 18 سالگی برآمد این تو شعار دندان عقل برآمد، پشت فلسفهش نمیریم. یعنی ما با او دندان آخری میگیم، مولر سیوم میگیم یا آسیاب سیوم یا 18 برش میگن. این نظر به محل و مشکلش است. بعض افراد که هست علاشهشان به اندازه کافی مثلا جای نداره کی بره، او خاطر یا زیر استخوان و بیره پت میمونه، کی را امپکت میگه، نهفته میگه. از بعضی کساس کمک میبره نیمش برآمده نیمش نبرآمده، سیم یا نیمه نهفته است. از بعضی کسای دیگه ما داریم برآمده اما کج است، مزاحمت میکنه. اما ما کسایی را داریم که دندانش علاشش بعد کافی جای داره، مولر سیومش آسیاب سیومش برآمده، هیچ مشکل نداره. این حالا من مناسب یک دکتر کلینیکی، من مریضای دارم که دندانای پیشروی خود کشیده، مولر اول و دوم کشیده، این دندان عقلش مونده، من او را عصب کشی میکنم، او را به خاطر پوش استفاده میکنم. با همین شکل دندان دیگه است که من میبینم که مشکل آفرین شده، یا بیره رویش است اونجا نان جمع شده مشکل زیاد پیدا کرده، یا ای که پوسیده شده امکان کار نیست، او را من میکشم. پس در تمام دنیا این یک معمول است که اگر قابل استفاده است و امکانش است ما نگاهش میکنیم، استفادهش میکنیم. اگر نبود چون دسترسی به او خیلی سخت است، چون داخل حلاشه است، میشه ما باز بکشیمش. خیلی خوب. و شیرینی میتونه چقدر نقص برسانه به دندان؟ رژیم غذایی علت اصلی است، چون وقتی چند هزار سال پیش یک عالم فرانسوی دندانا را دید، دقیقاً یادم شاید 2000 دندانه 3% کریز داشت. اگر من در افغانستان تحقیق شروع بکنم مطمئن هستم 90% زیاد، اگر زیاد بگیم 95، اگر از اون زیاد شاید 99% مردم ما کریز داشته باشه. هدفتان از کریز میشه که پوسیدگی دندان، چون به خاطر که امی رستوالای پوسیدگی کریز یک اصطلاح معمول است. پوسیدگی دندان یا مردم ما میگه کرم خوردگی یا سیاه شدن دندان. پس وقات از این با رژیم غذایی نقش اساسی داره. من قبلا هم گفتم در کدام دسترخوان نیست که بوره نباشه. یک شیرینی تصفیه شده است. پس علت اصلی کریز، علت اصلی از این شیرینی باب است. این بوره میتونه، چاکلیت میتونه، قند میتونه، دلوا اگه مندازیم، دمی هر چیزی که مندازیم شیرینی است. هر چقدر زودتر ما را کنترل بکنیم وقایع پوسیدگی دندان یا خرابی دندان به مو اندازه کمتر میشه. بسیار خوب. جناب استاد، در رابطه با غذاهای مقوی که باید استفاده شه به خاطر قوت دندانای ما و استحکام بیشتر دندانای ما، کدام غذا از زیادتر استفاده بکنیم؟ ما شنیدیم از لبنیات بیشتر استفاده بکنیم، ولی در یک جای ما شنیدم که از دکتر صاحبا میگفت که وقت لبنیات یا شیر استفاده میکنیم باید دندانا شستشو شود، به خاطر که نمیفهم در شیر کدام مواد هست که به دندان مضر است. اکثر دندانا بانه باز بخوابین شب و تخریب میسازه. در کتاب ها میگه که 7% شیر مادر حتی لاکتوز داره که در ایجاد پوسیدگی رول داره. درست است که ما باید لبنیات استفاده بکنیم. میگه در جوف دهن ما میال روزمره اسید ساخته میشه، دندانا را خراب کرده میره، چون دندانا نسج سخت است، منرال ساخته شدن. تقریبا طبقه اول که مینا 97% منرال داره، کلسیم، فسفر و دیگه مواد. اینا در لاب دهن ما وقت جوف دهن ما تیزاب ساخته شد، اینمی کلسیم و فسفر منرالایش تخریب میکنه، میکشه. پس در جوف دهن ما فاکتورای هستند که دوباره این منرالا را در اونجا نصب میکنه. یک حالت نرمال است. اینا ما هر چقدر که منبع منرالا که لبنیات معلوم داره است که کلسیم فسفر اینا زیاد است، منبع از این سیستمیک بگیرم، یعنی را بخورم داخل معده ما بره، اثناء شهر و از طریق داخل خون این فاکتورا بیا از طریق خدوات لابی که لابدن پس در جوف دهن ما میاد. اما دایرکت یا مستقیم اگر روی دندان بیاد، چون لاکتوز هم داره، باکتریا از این استفاده میکنن، باعث میشه دندانای ما رو خراب کنه. پس استفاده از این معلوم دار است که مرا مقاوم میسازه،
اما ما وقتی را استفاده کردم 30 دقیقه 45 دقیقه بعد ما باید دندانهای خود برس بکنم، چون این باید سیستمی که از طریق بدن ما بیاید، موضعی این کار نمیتونه. خیلی خوب دکتر صاحب، یکی از عزیزای ما یک پیام فرستادن در رابطه با همین موضوع، یک سوال کردن. عزیزای ما از صفحه سلام صبح بخیر در خدمتتون است، شما میتونید پیاماتون ارسال بکنید، سوالاتی که از دکتر دارین در رابطه با عصب کشی گفته. در بسیاری موارد میگه یادآوری میکنن دکتر صاحب که عصب کشی میگه نقص میرسونه، یعنی نباید عصب کشی صورت بگیره. در کشورهای بیرونی البته، در افغانستان هم رایج شده گفته. چی نظر دارین؟ ما باید یادآوری کنم که عصب کشی اول چی است. ما 3 طبقه گفتیم دندان داره، مغز دندان که نرم است، پلپ میگه او است. اینال زمانی که مشکل داشته باشه ما مجبور هستیم که امی مغز دندان بیرون بکشیم، پس مصنوعی را پر بکنیم. در کشورهای بیرونی نه در افغانستان ما باید بگیم که اگر یک دندان شما پلپ یا مغزش کشیدین او عمرش کم میشه، چون دندان خشک میشه. یعنی ما میتونم میره معمولا وقت با مریضای خود مثال میتونم میگم دندان که عصب داشته باشه، یعنی عصب به این خاطر میگم که اصطلاح مردم معمولا عصب دندان میگن، یعنی پلپ، چون زیاد چیزا از داخل مغز دندان. میگم درخت تر است، یک دندان که عصبش باشه، پلپش باشه، و یک دندان که عصب کشی یا RCT شده باشه و به این معنی است که یک درخت خشک. ما میفهمیم که یک دندان که یک درختی که خشک باشه چقدر آسانی مشکنه، کم فشار به شاخچش مشکنه، اما یک درخت تری کار صورت نمیگیره. پس در صورتی که نیاز باشه دندان باید عصب کشی شوه. اما مریضای ما را ما میخوایم بگیم جایی که شما میرین این خیلی مهم است. شخصی که شما پیش میرین برای معالجه ای خیلی مهم، حداقل شما داخل معاینه خانه‌اش که میرین یک جواز ببینید که اینا معالج هستن، متخصص هستن، معسل هستن، معاون دکتر هستن. این بسیار رول داره، چون ما یک عصب کشی داریم، یک عصب کشی. در دنیا عصب کشی معمول است، وسایل کار داره، باید در معاینه خانه اکسری باشه، وسایل مدرن دیگه که به خاطر تداوی ریشه با اندوموتور یا ماشینی کار میشه موجود باشه. پس اگه دکتر گفت نیاز داره ما باید این کار کنیم. اگر نکنیم من پیشتر گفتم باعث پوندیدگی روی میشه، باعث میشه حتی در جوف دهن ما چرک بیاد، حتی بیرون روی ما سوراخ شوه، از وجه چرک بیاد، حتی میتونه باعث مشکلات خیلی قوی. میخوایم آخرین موضوعش بگیم که هموطنای ما از این خبر شد، لادوید انجینا میگه. در لادوید انجینا باعث شده میتونه که شخص بمیره. اینمی یک دندانتون اگر عصب کشی نکنین یا نکشین، اینی باعث مرگ شده میتونه و شفاخانه از اتفاقات زیاد داره، اوقات مرگ آبسیبه. خیلی خوب، عصب کشی و عصب کشی یاد کردین. بله. فرق داره؟ بله. ببینین عصب کشی به این معنی که من عصب میکشم اما در جایش میمونم. این میتود یک قرن پیش است. یعنی یک مواد روی یک راه جور میکنن تا پلپ یا تا عصب دندان، اونجا یک مواد میماندن. این مواد در ظرف چند روز مکمل عصب میکشت، باز یک مواد دیگر میماندن که باعث میشد عصب که داخل است مومیایی شود. خیلی خوب. اون مومیایی شود و این پس پت میکنن. این میتود سابقه چون وسایل امکانات خیلی کم بود، تقدیر مریض 1 سال کار کرد، چند ماه کار کرد، چند سال کار کرد. اما فعلا وقت ما عصب کشی میگیم، دنیای مدرن میگه وقتی که پلپ دندان التهابی باشه و تو مجبور هستی بکشی، یا پلپ دندان نکروز کرده یا مرده تو مجبور هستی بکشی، باید تمامش بکشی، یک ذره از هم نمونه، تمامش بکش، دندان پانسمان کو. وقتی که آماده بود کانال دندان یا خالیگاهی که است مکمل توسط مواد مصنوعی پرش بکن. اگر باشه چی؟ اگر ما بانیم چی میشه؟ میگه قوی ترین محرک یا مواد مضر که است این عصب مرده است. این وقتی از ریشه برآمد باعث میشه که التهاب پیدا شه و چرک پیدا شه. خیلی خوب، خیلی خوب، بیشتر فهمیدیم. خیلی سپاسگزار هستم دکتر صاحب. بین در اخیر پیامتان را، گفتنیتان را که اگر سوال باشه من نپرسیده باشم شما به بیننده بگوین. سلامت. من میخوایم در اخیر پیشنهاد بکنم که شما دندانهایتان به صورت دوامدار برس بکنین، دوبار نخ بکنین، هر 6 ماه بعد پیش دکتر به خاطر معاینه معالجه بکنین. درست است که کم شاید از نظر اقتصادی قیمت بیاد، حتی میتونید سیستمای بیمه فکر کنم ایجاد شد از بیمه استفاده کنین، اما یک بار برید نشد شفاخانه دولتی 2 شفاخانه ما در کابل داریم که ما عملا کار میکنیم، در خدمتشان است. فقط ما باید بگیم که دنیای مطلبی است، یعنی شما هر چقدر که یا پدر هستین به اولادتان توجه میکنین، یا به خانمتان، یا به نمزادتان، یا به هر کسی که شما فکر، یک روز شما را تنها میمانه.
چیزی که به شما میمانه خودتان هستین. وقتی تنها میمانین و شما گردهتان مشکل داشته باشه، دندانتان دیگهتان کسی نیست که به شما توجه هم کنه و از نظر اقتصادی هم خیلی به شما قیمت تمام میشه. پس اگر شما اولویتتان سلامتی جوف دهن و بدنتان باشه، هیچ وقت شما با مشکل زیاد مواجه نمیشین و قرار نیست پول زیاد هزینه بکنید. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از حضورتان. پایانیار دکتر احمد میلاد سانگزی، استاد پنتون طبی کابل، همچنان دکتر بخش دندان، تشکر از اینکه حضور یافتین در رابطه با زمان درست تداوی دندان و بیشتر معلومات در رابطه با حاشیه‌های این موضوع هم پرسان کردیم. سلامت باشین. تشکر از حضورتان. بخیر باشین.